سوره فجر جزء 30 آیه 1 تا 23. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر، سوگند به صبح، وليال عشر، و به شبهای دهگانه، والشفع والوتر، و به زوج و فرد، واللیل اذا یسر، و سوگند به شب هنگامی که حرکت می کند و می رود. هل فی ذلك قسم لذی حجر، آیا در این چیزها سوگندی برای صاحب خرد نیست؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، ای پیامبر، آیا ندیدی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ ارم ذات العماد، ارم که دارای ستونها و قامت بلند بودند، التي لم يخلق مثلها في البلاد، که همانند آن در شهرها آفریده نشده بود. و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، و نیز قوم ثمود، آنهایی که صخره‌های سخت را از کنار وادی می تراشیدند و برای خود خانه می ساختند. و فرعون ذی الاوتاد، و فرعون صاحب میخها، الذين طغوا في البلاد، همان کسانی که در شهرها طغیان و سرکشی کردند. فاکثروا فیها الفساد، پس در آنها بسیار فساد به بار آوردند. فصب عليهم ربك سوط عذاب، آنگاه پروردگارت تازیانی عذاب را بر آنان فرو آورد. ان ربك لبالمرصاد، یقینا پروردگار تو در کمینگاه است. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اکرمن، پس اما انسان هنگامی که پروردگارش او را بیازماید و او را گرامی دارد و به او نعمت بخشد مغرور می شود و می گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است. و اما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن، و اما هنگامی که او را بیازماید پس روزیش را بر او تنگ گیرد ناامید می شود و می گوید پروردگارم مرا خوار کرده است. كلا بل لا تكرمون اليتيم، هرگز چنین نیست که شما می پندارید بلکه یتیم را گرامی نمی دارید. ولا تحاضون على طعام المسكين، و یکدیگر را بر اطعام مستمندان ترغیب و تشویق نمی کنید. و تأکلون التراث اکلا لما، و میراث را حریصانه می خورید و حق دیگران را نمی دهید. و تحبون المال حبا جما، و مال و ثروت دنیا را بسیار دوست دارید. كلا اذا دكت الارض دكا دكا، هرگز چنین نیست که شما گمان می کنید. هنگامی که زمین سخت در هم کوبیده شود و هموار گردد
وجاء ربك والملك صفا صفا و پروردگارت برای داوری بیاید و نیز فرشتگان صف در صف بیایند. وجیء یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکری. و در آن روز جهنم را بیاورند. در آن روز انسان متذکر می شود و اما این تذکر چه فایده‌ای برای او دارد؟